ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمان استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجانقولوف. گفتار 12. قدقدی رود در هر دو طرف آشخانه و قهوه خانه ها بودند. صحنی اکثری آنها چمنزار بود. به وی درختان خرما، نخلها سایه می انداختند. مردمان در کچه ها یا که در چمن به سایه نشسته طعام می خوردند، قهوه می نوشیدند، نرد بازی می کردند. از خورش های بغدادیان فردوسی از هرچی بیشتر گز و مسقف را که در آشخانه ها می پختند خوش کرد. گز یک نوع کباب عراقی بود، از گوشتی بره به طوری مخصوص با داروواری که فقط به خودی پزنده معلوم بود تیار کرده و با پیاز، سیر، بادرینگ، شلغم و قلنفور شیرینی در سرکه خوابانده شده خورده می شد. مسقف را از ماهی زنده که خودی مشتری در حوضچه نزد آشخانه خواسته می گرفت همچنین به طرز مخصوص تیار می کردند. هر دو خورش نهایت بامزه و خوشگوار بود. شاعر با همراهانش هر بار که به سیر و گشت می برآمدند در یگان آشخانه ساحلی رود دم گرفته حتما از این دو خورش لذیذ تناول می کردند و سپس قهوه نوشیده باز سیر و گشتشان را دوام می دادند. تماشای بغداد شاعر را به خیال شهری باستانی تیسفون، پایتخت دولت ساسانیان، شهری که در نزدیکی همین بغداد و نیز در ساحل همین رود دجله بود و عده‌ای از قهرمانان شاهنامه در وی عمل می کنند می انداخت. شاعر با قیاسی پایتخت خلیفه ها آن شهری عظیمی کیها ناپدید گشته و اما یاد علمناکش در دل ایرانیان باقی مانده را تصور کردنی می شد. زیارتی طاق کسرا. تیسفون قدیمه به عربی مداین شاید به همین بغداد مانند بود. خرابه های آن با نام طاق کسرا موجودند. آن خرابی های برای ایرانیان مقدس را باید زیارت کرد. فردوسی به واسطه ملازم از اسکافی به زیارت طاق کسرا اجازت پرسید. نایب اجازت داد و فرمود 2 اسب راهوار به اختیار میهمان واگذار کردند. شاعر با همراهی عبدالله و با مشایعت 2 ملازم درگاه سوی خرابه ها سواری نمود. در ساحل چپی دجله در بین پشته های ریگ زبانه های یازیده سکسبول، برگن ها، بطه های ینتاق و کبر خرابه
طاق و ایوان قصری بزرگی قد برافراخته، در گرد و پیش آن شکسته پاره های مرمر، لنده های گلی گجالود در ریگ نیمه گور شده خوابیده بودند. منظره بس حزن‌انگیز گوریستانی سلطنت ها و دولت های بزرگی قدیم الایام. این بود باقی مانده شهری که در باستان زمان کلانترین و بایترین شهری در آسیای غربی با ششگاهی زمستانی پادشاهانی اشکانی و سپس در طول 400 سال پایتخت دولت ساسانی بود. اردوهای سعد وقاص عرب وقتی که آن را گرفتند از بزرگیش در حیرت مانده، فقط یک نام مدینه شهر را شاید به وی نامناسب دیده مداینش نامیدند، یعنی شهیرها. وی در طوفان جنگ‌های عرب و عجم خراب و کم کم ناپدید گشت. نمودی تیسفون فردوسی را متأثر و محزون کرد. کارنامه قهرمانان شاهنامه فریدون و کاوه آهنگر را به یاد شاعر انداخت. وقتی که آزاد کننده وطن از فاتحان بیگانه فریدون با دعوت کاوه و با همراهی او بر ضد ضحاک استیلاگر قیام کرده بود، لشکرش را انا در همین جاها از دجله که عجمی ها اروان رودش می نامند گذرانده بود. سپاه ایران با سرداری رستمی هرموز و فرخزاد با اردوی سعد وقاص انا در همین جاها در ساحل‌های همین رود تا آخرین سرباز و آخرین نفس جنگیده بود. وی فردوسی آن قهرمانان را در شاهنامه خود زنده گردانیده است. شاعری باستان شناس، سراینده کارنامه های نیاگان، به یاد زمانهایی که به عقیده او کشورش صاحب استقلال و فروخ، متحد و مقتدر بود، بی اختیار می گریست. وی رو به سوی طاق کسری ایستاده نماز کرد. اسیران. هر 4 سیاح در آفتابی سوزان به هوای تفسان خیلی مانده شده بودند. دورتر از قدی راه دیهی به نظر می نمود. ملازم تکلیفی در آن دیه دم گرفتن کرد. سواران سوی آن دیه روان شده بودند که به ناگاه در راه کلانی بیابان از پسی پشتهای ریگ کاروانی پیدا گردید. فردوسی و همراهانش با حسی کنجکاوی در سری دو راه قرار گرفته دانستنی شدند که آن چی کاروانی است و از کجا می آید. کاروان به نزدیک آنها رسید. فردوسی با دیدن آن به دهشت افتاد. بر 20 و چند شتر آدمانی نیم برهنه، دستهاشان به پشت و تنشان به شتر بسته سوار بودند. کاروان را یک دسته سربازانی اسب سوار می راندند، همه مسلح به نیزه و شمشیر و سپر.
در هوای تفسان از سرهای برهنه و چهره‌های افروخته بندی‌ها عرق خونالود می‌شارید. شتوری یک مرد میان سال و یک جوان را می‌کشید. سن و سالی جوان را در آن حالی که او داشت معین کردن دشوار بود. او را 20 ساله هم 30 ساله هم گمان کردن ممکن بود. وی 4 سواری ناشناسی در سری دو راه ایستاده را دیده یک باره فریاد کشید که ای مسلمانان، گواه باشید که ما را بیگناه به کشتن میبرند. داد از دستی خلیفه ظالمی خونخوار، ما را قرمطی میگویند، قرمطی مردار خودش. سربازی اسب سوار او را تازیانه زده راست می کشید که خاموش سگ، خاموش. بندی جوان خاموش نمی شد. تمامی آوازش را سر داده به عنوان خلیفه دشنامهای قبیح فرستادن گرفت. بندی های دیگر هم غوغا انداخته به شیوه های عربی خودشان کیمچی هایی می گفتند. گفتارشان را شاید تنها یکی از 2 ملازمی نایب که عرب بود می فهمید. سپس حادثه ای روی داد که فردوسی از مشاهده آن هوش از سرش پرید. کاروان ایستاد. یک چند نفر سرباز به نزد شتوری که جوانی سرکش سواری آن بود اسب راندند و او را کشیده به پهلوی شتور خواباندند. یکی از آنها با 2 دست دهانی او را گشاده نگاه داشته ایستاد. دیگری یک چوبی درازیش 2 وجب و قفسیش به قدری انگشتی دست را همچون مهاری شتور یا لجامی اسب به میانی دندانهای او جا کرد. سیومی به 2 نوگی چوب ریسمان بسته ریسمان را به پشتی سری بندی گذراند و کشیده در گردنش محکم بست. بندی بدبخت با دستهای بسته خود از مقابلت کردن عاجز بود. اکنون وی همچون پلنگ بچه‌ای زخمی نعرمی کشید و سخنی گفته نمی توانست. در اثنای این عملی اسربازان فردوسی صبر و قرار از دست داده سوی آنها اسب راند و نکنید گویان فریاد زد این چی بیرحمی است؟ شمایان انسانید یا حیوانهایی در رنده؟ یک سربازی موی درازی نهایت سرریش با وجاهتی وحشت انگیز به شاعر رو گردانده او را دشنام دادنی و راندنی شد، اما ظاهراً صلابتی پیرانه ریشی سفید و چهره نورانی شاعر به این قصدی آن صفاک مانع کردید. کاروان براه افتاد. فردوسی همچون بیماری بیمدار از زین فرامده در کناری راه نشست. سرش به زیر افکنده و چشمانش پوشیده بودند. او را به این حال دیده همراهانش نیز پیاده شدند. عبدالله فیخ می گریست. ملازمی ایرانی به فردوسی گفت حضرت به دل نگیرید. این قبیل حادثه ها در این مملکت به حکم عادت در آمدند. از قراری معلوم سربازان به جنگ قومی که به قرمطیان موسومند رفته این مردم را اسیر گرفتند. از سوختن و گریستن چی سود؟ هیچ. بیایید به آن دیه برویم. آنجا چشمه و درختانی سازدار هستند. شما ساعتی راحت بکنید. شاعر را یاری داده به اسب سوار کردند. اما کاهش روحی شاعر با این تمام نشد. حادثه ای از این هم مدهشتری در پیش بوده است. روزی دیگر عبدالله که با سفارش فردوسی برای کاغذ و سیاهی خریدن به شهر برآمده بود دیر برگشت. او با رنگی پریده و چشمانی هولناک حاضر شد. چه خبر؟ چرا حالت پریشان؟
پرسید فردوسی. گویم یا نگویم؟ متردد شد عبدالله. اگر گویم باز دلشان سیاه می شود. وی پشت گردانده هیچ واقعی نی گفته به ایوان برآمد. فردوسی او را به حجره خواند و گفت: عبدالله، هر چی دیدی یا شنیدی به من بازگوی، پنهان نکن. عبدالله همانا افزایش بیجا بود. به فردوسی چنین نمود که وی ناعیان می لرزد. خب چه حادثه روی داد؟ خواطر کشیده باز پرسید شاعر. آنجا در میدان عبدالله دم فرو برد، مثل این که یک بار زبانش از گفتار مانده بود یا وی از گفتنی آنچه باید بگوید می ترسید. پسان یک نفسی عمیق کشیده باز به زبان آمد. در میدان مردمی بسیار تماشاگران بودند. گفتم بروم ببینم چی حادثه. سربازان آنها را آوردند. کیها را؟ به کجا؟ درستتر به ترتیب بگو. تنبیه آمیز فرمود فردوسی. آنگاه عبدالله با زبانی گویاتر نقل کرد: همان بندی ها دیروز در راه دیده بودیمشان. آورده یکی را به صوفه کشیدند. در صوفه جلاد به دستش تبرزین بندی را به کنده خواباند. اول یک دستش را با یک ضربی تبر برید، بعد یک پایش، بعد باز یک دست و یک پایش، سرش را برید. تنش را لگد زده از صوفه به زمین افکند. در یک طرفی صوفه آدمانی ریش دراز، در سری همه‌شان دستارهای سفید قطار نشسته بودند. هر بار که جلاد دست یا پای بندی را می برید، همه‌شان یک بار دست برآورده الله اکبر می گفتند. بعد باز بندی دیگر را به صوفه کشیدند. من گریختم، دیگر نگاه کردن نتوانستم. فردوسی در جایی نشسته شخ شده یک چند دقیقه از یک نقطه فرش حجره چشم نکنده خاموش ماند. شاعری که در داستانش به مردمان میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان به هر تن خوش است گویان پند میداد. بچی خیال‌های گران رفت و از دلش چه ها گذشت. این را با عباره معمول گوییم خودش می‌دانست و خدا. از همان روز سر کرده او را به معالجه پیش خدمتش مشغول شدن لازم آمد. عبدالله وسواسی شده بود. گاها خود به خود گپ می زد و شبها در خوابش داد زده بیدار می شد. فردوسی بیماری روحی عبدالله را به دعاخوانهای مشهوری عرب خواندند. هم در طلب شفا به مزارهای مقدسی که در بغداد کم نبودند نظر و نیاز برد. شاعر به معجزاتی چنین مزارها و به شفا بخشی دم و نفسی پاکان اعتقاد داشت.
سبب دعوت. سبب دعوت فردوسی به بغداد از طرف اسقافی مربوط به یک نقشه نایب بود. این نقشه در فکر او هنگام ملاقاتش با حاجی مدرسی توسی پیدا گردید. چند وقت این جانب شاهنشاه بهاءالدوله نسبت به نایب بغدادیش دلسرد و کم التفات شده بود. نظر به خبری از یک نفر دوستی درباره نایب رسیده، بهاءالدوله باری در حضور ندیمان و مقربانش گفته است که اسقافی به خود شفقتی امیری گرفته، همچون امیری با استقلال کار میبرد و در اجرای فرمانهای شاهنشاه مساهله می کند. ظاهراً ذاتهای از جمله درباریان حسود و بخیل که سخنچینی و نمامی پیشه آنهاست، از او بدگویی و او را در چشم فرمان فرمایش سیاه کردند. بهاءالدوله که به سخن نمامان باور می کند، به نایب خود غضب کند هم عجب نیست، فکر می کرد اسقافی. مگر این امیر به دروغ و بهتانها باور کرده چندین صاحب منصبانی صادق و کاردانش را به زندان نه انداخت، مصادره نکرد، نکشت؟ اسقافی از غضب وی اندیشناک بود. فکر می کرد چی کاری کند که گمان امیر رفع شود و اعتماد و لطفی پیشینی او نسبت به نایبش برقرار گردد. مگر به وی پیشکشی نوی گرانبهایی فرستد؟ چگونه پیشکش؟ یا که از ثقل رقیق زیباترین کنیزکی را به گرانترین بها خریده به وی تحفه برد؟ اما این پیشکش و تحفه های مقرری و عادی اند، می گفت به خود نایب. شاهنشاه از این قبیل سوغاتی ها سیر است. باید پیشکشی پیدا کرد که نادر و غیر عادی باشد. اسقافی در همین اندیشه ها بود که حاجی توسی ابو تراب پیدا گشت و با وی از اتمام شاهنامه فردوسی و تنگدستی شاعر سخن به میان آمد. آنگاه نایب اندیشید که شاعر را به بغداد طلبیده به وی نظمی یوسف و زلیخا را فرمودن لازم است. چرا یوسف و زلیخا؟ چون که اسقافی می دانست که شاهنشاه این قصه را خیلی دوست می دارد. حتی آن را به یکی از شاعران فرموده نظم کنند، اما نظم آن شاعر به وی آنقدر پسند نیفتاد. استادی توسی البته آن را از آن شاعری میانه استعداد به مراتب بهتر و جاذب‌تر نظم خواهد کرد. آنگاه او اسقافی داستانی منظوم را به نقاشان و لواحان نامی منقش و ملوح کنانده در مقاوه نفیسی زرحلکاری انداخته به امیر تقدیم می کند. پیرشاعری توسی الحال تنگ دست نیازمند بوده است. این عین مدعاست. سپارش را به بدلی 34,000 دیرم انجام خواهد داد. اسقافی این قرارداد خود را در دلش متمکن ساخته روزی دیگر فردوسی را به حضورش طلبید. شاعر واردی بارگاه شده پدر و پسر را در گفتگو یافت. پیش اسقافی در یک طرف خوان تخته شاهنامه خوابیده و یک پیالچه بلغمی ایستاده در روبرویش مسعود نشسته بود. بیایید مرحمت. نایب خوشحال می نمود. چهرهش افروخته بود، گویا پیشتر شراب نوشیده و سرخوش بود. فردوسی چشمش در تی پیالچه به دردی سیاهی قهوه غلطیده به دلش گذراند که شاید خوشحالی صاحب از اثری قهوه باشد.
قهوه‌ای که بغدادی ها به طور مخصوص تیار می کردند و فردوسی یک دو بار در منزل سوداگران خراسانی نوشیده بود. در واقع به کس یک نوع خرمی و خوشحالی می بخشد. خوب، اکنون بیرو، فرمود اسکافی به پسرش. مسعود برخاسته سوی شاعر نیم تعظیمی کرد و رفت. خویشتندار باش، دیوانگی مکن، از پسی مسعود گفت پدرش. سپس رو به شاعر آورد. سودای عشق به سرش زده است. خندیده ملامت آمیز سر جنبانیده درباره پسرش گفت او. آن دفعه دلازردگی او را به شما گفته بودیم. سببش همین عشق کودکانه است، عشق ناروا و ناکام. گوینده سکوت کرد. فردوسی پرسید ناروا؟ بله، جواب داد اسکافی و به حیرت شاعر در همان وضع خوشحالی بیغمانه چنین نقل کرد. معشوقش دختری نصرانی است. یک نفر طبیب مسیحی همسایه ماست. دختری گیسوان طلای او مری نام به پیش خواهران مسعود آمد و رفت داشت. همان وقت مسعود شیفته او شده، دختر هم به وی دل باخته. هر دو با هم پیمان کردند. پسرم 16 ساله بود، معشوقش 15 ساله. هر دو به سبب صغر سن از ممنوع بودن عاشقی و معشوقی یا ازدواج در صورتی که اختلافی مذهب در میان باشد بیخبر بودند. بعداً من او را آگاه کردم. گفتم ازدواج شما ممکن می بود به شرطی که تو مریه را مسلمان بکنی یا اقلاً او قول دهد که مسلمان خواهد شد. دختر به قول دادن راضی شده است، اما والدینش در این باره حتی حرفی زدن را به او منع کردند. زنی مسیحی هرگز تبدیل مذهب نمی کند، در صورتی که مردی مسیحی گاها به اسلام می گراید، ولی البته به منظور یگان منفعت دنیاوی، مثلا برای صاحب منصب شدن یا که برای 3-4 تا زن گرفتن. مسعود به من چی گفت؟ گفت من مسیحی می شوم. اسکافی با تأسف سر جنبانید. بی خیرت نمی داند که در این صورت وی به حکم شریعت اسلام کشته خواهد شد. البته ملاقات مسعود را با دختر و دختر را با مسعود هم من و هم خانواده طبیب منع کردیم. پسرم مجنونوار سرگشته، دختر نیز به شنیدنم به حیل لیلی افتاده. اما چی علاج؟ مسعود به من می گوید مگر خلیفه جانشین پیغمبر اسلام و مرشد مسلمانان عالم نمی تواند با حکم خود ازدواج ما را جایز گرداند؟ بیرو می گوید از خلیفه اجازه بخواه. نمی داند که با چنین عرضی پیش خلیفه رفتن خود را مسخره عالم کردن است. شما گفتار 12 را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.